برنامه‌های ادامه می‌دهم. دادگاه امرالدین علوتشویف یک چهره شناخته در میان جوانان ولایت مختار کوهستان بدخشان را به 18 سال زندان محکوم کرد. محاکمه او روز 29 اپریل در بینای بازداشتگاه رقم 1 صورت گرفت. پرونده را دادرس از دادگاه ولایت مختار کوهستان بدخشان بررسی کرده است. جزئیات حکم دسترس نیست. مقامات پیشتر علوتشویف را به گروگانگیری و از آزادی محروم کردن عیبدار می‌دانستند. طرفدارانش به بیگناهی او تاکید می‌کردند. همکارم میرزانبی خالقزاد در استودیو با ماست و از اون میپرسم که آیا تا این لحظه چه چیزهایی درباره این حکم معلوم شده است؟ ببینید، وقتی که مقامات مربوطه درباره این محاکمه معلومات رسمی نمیدهند، در اطراف آن بدیهیاً صحبت و آوازهای زیاد و گوناگون پخش می‌شود. ما هم مجبور می‌شویم به معلومات منبع‌ها تکیه کنیم. به گفته همین سرچشمه‌ها، حکم 18 سال زندان گویا بر اساس 5 بند کدکس جنایی برآورده شده است، از جمله گروگانگیری، ولی معلوم نیست سخن از عمل کدام دوره، کدام روز، کدام سال است. و این هم معلوم نیست که نزدیکان و وکیلان امرالدین علوتشویف ضد این حکم شکایت میبرند به دادگاه یا نه. یک چیز روشن شده است که آنها در محاکمه شرکت نداشتند. کمیسیون 44 جامعه شهروندی ولایت مختار کوهستان بدخشان میگوید از این حکم ناراضی است. خوجمری پیرنظر و سخنگوی کمیسیون 44 برای آزادی گفت دقیق روشن نیست که برای کدام عملش در نسبت علوتشویف حکم بیرحمانه صادر شده است. و یگان جنایت وزین مثل آدمکشی، تروریستی یا آدم ربایی نکرده است. برای چین مجازات را روا دیدند؟ سوال می‌دهد پیرنظرов. یادآور میشوم امرالدین علوتشویف را پس از آن بازداشت کردند که در تظاهرات زادگان ولایت مختار کوهستان بدخشان در نزد سفارت تاجیکستان در مسکو شرکت کرد. زادگان بدخشان در رابطه با حادثه‌های آخر ماه نوامبر سال 2021 در نزد سفارت اعتراض کرده بودند. امرالدین علوتشویف اساساً در روسیه میزیست و در شرکت‌های خصوصی محافظتی امنیتی کار میکرد و جوانان را تمرین میداد. اما این هم باید گفته شود که نام علوتشویف در جریان آرامی‌های ماه اکتبر سال 2018 در قطار به اصطلاح رهبران غیر رسمی در بدخشان محمد باقرov، طالب ایومبکوف، منور شنبیف و خورسان مزاروف ذکر شده بود. بعدا معلوم شد که او همراه با چند نفر دیگر سند امضا کردند که در آینده به قانونشکنی دست نمیزنند و به کار مقامات دولتی در ولایت مختار کوهستان بدخشان دخالت هم نمیکنند. خب پس از حادثه‌های ماه اکتبر محکوم به زندان شدن علوتشویف حالت نخستین نیست و چند نفر دیگر هم ساکنان همین ولایت مجازات شدند، همین طور؟ بله شالا در نشست آنلاینی کمیسیون 44 با هیئت مفتشان جمشید میلیبویف نماینده دادستانی حربی روز 19 اپریل گفت که دادستانی رشقله گردی همایی ساکنان در خارق و بریدن 61 نهال یادآور شده، از محکوم شدن 4 نفر یادآور شد. ولی نماینده های کمیسیون 44 میگویند دادگاه خارق بیش از 10 نفر را در ارتباط با حادثه های ماه نوامبر سال گذشته به مهلت های گوناگون زندانی کرد و هنوز تفتیشات این نارامی‌ها به انجام نرسیده است. ولی درباره آنکه تفتیش حادثه مرگ گلبدین زیابکوف در ماه نوامبر سال گذشته به کجا رسیده است معلومات داده نمی شود و این ناراضگی گروه 44 را تا اندازه به میان آورده است. تشکر برای صحبت فراگیر.